جناب دکتر، شما قبل از سفر به تاجیکستان گفتید که هدف از سفرتان جلب حمایت تاجیکستان از پروسه صلح افغانستان. مشخصا شما منتظر چه نوع حمایت از تاجیکستان هستید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تنها مسئله جلب حمایت اینا همیشه حامی بودن از پروسه صلح در افغانستان، بلکه باز در پالی تبادل نظر هم بود از تجربه از اینا آموختن. از شما میدانید فورم های منطقه‌ای است، فورم های در سطح جهانی است و کشور تاجیکستان همیشه در این راستا در دفاع از حقوق مردم افغانستان، در تحلیل مردم افغانستان بوده. به اون نسبت این تبادل نظر و بحث‌ها در سطوح مختلف رهبری جمهوری تاجیکستان ضرورت بود که به اون نسبت به سفر کردیم. فکر میکنید که صلح در افغانستان آمده نیست و این ضرورت اصلی مردم افغانستان صلح است؟ من هیچ شکی ندارم و خواست اصلی مردم افغانستان هم همین چیز هست. موانع هم وجود داره، مشکلات هم وجود داره، اما انشالله که به یاری خداوند بزرگ و به همت مردم افغانستان به آرزوی خود برسند. جناب دکتر، یک اجماع ملی، اجماع منطقه‌ای، اجماع جهانی کدامش برای با وجود آوردن مشکلی میکشید شما برای روند صلح افغانستان؟ همه ضرورت است. خب وقتی که اجماع میگیم یک تفاهم عمومی و تفاهم کلی، مردم افغانستان اجماع دارن. خب باز بالاخره ای به دو طرف قضیه تعلق میگیره و جمهوری اسلامی افغانستان در این راستا با فیصله‌ای که در لوی جرگه صورت گرفت، خواستای مقرر مردم افغانستان همین را دنبال کرده و دنبال میکنه. امیدوار هستیم که طالبان هم این را به حیث یک فرصت برای رسیدن به صلح ببینن. خب این مذاکره و دوام مذاکره انشالله ما را به این برسانه. در سطح منطقه هم به صورت کل یک تفاهم کلی وجود داره که ادامه جنگ در افغانستان نه تنها فرصت‌ها را از مردم افغانستان گرفته، بلکه منطقه هم از این متضرر و متاثر شده. و در سطح جهانی هم کوشش‌های همیشه بوده. شما کنفرانس ژنو قبلا اشاره کردم که در حدود 60 کشور و سازمان‌های بین‌المللی شرکت کردند. همه یک صدا خواستار تامین صلح در کشور شدند. OIC سازمان همکاری اسلامی چند قبل تاکید روی این نکته داشت. سازمان ناتو، اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای میانه یک اعلامیه مشترک به نشر رساندن که همه تاکید روی برقراری صلح در افغانستان داشت. بخش فارسی BBC در ملاقات‌های شما با مقامات تاجیکستان دقیقاً مقامات کشور تاجیکستان نگران چی هستند؟ آیا رسیدن پای گروه‌های جنگجو به مناطق مرزی تاجیکستان تا چه اندازه نگران کننده است و آیا کشور افغانستان ضمانت عدم رخنه این جنگجویان به خاک کشور تاجیکستان را می‌دهد یا نه؟ خب یکی از تشویش‌های این کشور از مردمش و هم از مقاماتش فعالیت‌های گروه‌های تروریستی هستند که در خاک افغانستان فعال هستند و هدفشان هم بیرون از مرز است. مسئله مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر هم یکی از مسائل عمده و اساسی است که همه منطقه را متاثر ساخته، اگرچه او یک مشکل جهانی هم هست، به سطح دنیا یک مشکل است. اصلا از یک طرف تاثیرات امنیتی رسیدن به صلح هست که وقتی افغانستان به صلح میرسه هیچ گروه تروریستی از هیچ کشور و بر هیچ کشور نباید تهدید باشه، بر مردم هیچ کشور و او بر گروه های تروریستی نباید اجازه داده شود در داخل خاک افغانستان. از اثر ادامه جنگ متاسفانه شما میدانید که مشکل ادامه پیدا کرده و گروه های تروریستی به نام های مختلف از کشورهای مختلف جا پیدا کرده و تامین صلح پایدار و ثبات دوامدار در کشور ما به معنای است که این گروه ها نباید دیگه اجازه فعالیت داده شوند و وقتی که ما سرحد بسیار طولانی با این کشور داریم طبیعی است که کشور تشویش ها داره و تشویش های زیاده داشته و داشتن و اینا را شریک ساختن و باز مقامات دو کشور با هم در تماس هستن چطور میتونن با این مشکل مقابله صورت بگیرن. جناب دکتر شهناز کاملزاده هستم از تلویزیون ایران اینترنشنال بخشش و یک زن یک سوالیم. خب بله با عقیده شما خب اگر این موضوع رو تحلیل کنیم همین تاجیک‌های طالبای تاجیک در آینده کدام نمودی مثلا عمل‌ها رو می‌خواهند اجرا کنند و شما چگونه آمادگی‌ها رو دو طرف تاجیکستان و افغانستان چگونه راه‌های پیشگیری عمل‌های آنها رو
خب گفتم که مقامات امنیتی دو کشور به صورت دوامدار در تماس هم هستند و در رابطه به اینکه کسایی هستند که با مردم افغانستان در جنگ هستند، این تروریست هایی که در ماه می 24 نفر از نیروهای ما را به شهادت رساندند، خب اینا در قدم اول دشمنان مردم افغانستان هستند و در قدم دوم باز اونا با کشوری که متعلق هستند باز میخوان با کشور هم تهدید ارائه کنند. در این راستا گفتم که در مورد همکاری ها همیشه نهادهای امنیتی دفاعی دو کشور در تماس بودن، نهادهایی که در سرحد قرار دارن و این همکاری ها میتونه که کمک بکنه برای آرامش در این راستا. اما بالاخره در آخر امر باز مسئله ثبات و صلح در افغانستان باز جلوگیری میتونه بکنه از سوال داشتم که چرا مذاکرات با طالبان با این کاندی پیش می رود و آیا از حالا معلوم است این گروه در کدام مهلت رسما عضو حکومت افغانستان؟ خب صلح یک مسئله پیچیده است و وقتی که سالها جنگ نزدیک 3 دهه جنگ ادامه داشته، مذاکره هم وقتی گیر می باشه و ما خواستار ضایع کردن وقت در مذاکره نیستیم، اما انشالله که زودتر برسیم به اون چیزی که خواستیم. نکته مهم ملاقات شما با امام رحمان امروز، نکته مهمترین ملاقات. تمام نکاتش مهم بود.